امروز خسته تر از همیشه به خانه برگشت. دلم خواست در را باز کنم و مثل سالهای دور فقط یه نفر باشه که بدون هیچ پرسشی بگه اومدی دخترم. اگر مادر امروز کنارم بود شاید از تمام سختی‌هایی که پشت سر گذاشتم چیزی نمیگفتم. فقط کنار اون مینشستم، چای مینوشیدم و سکوت میکردم. بعضی آدم ها سکوتشون بیشتر از 1000 جمله انسان آروم میکنه. مادرها عجیبن، حتی وقتی هیچ راه حلی ندارن حضورشون خودش یه راه حله. سالها یاد گرفتم قوی باشم، تصمیم بگیرم، زمین بخورم و دوباره بلند شم. اما هنوز هم روزایی هست که تمام وجودم فقط یه آغوش مادر رو کم. شاید بزرگ شدن همین باشه، این که بفهمی هیچ کس توی دنیا شبیه مادرت پناه دل آدم نیست.